وقتی میگم امنیت اربیل خیلی بالاست. آیدین بگو چی شد الان؟ الان ما اومدیم لاستیک موتور رو عوض کنیم. تایرمون خراب شد. الان بردن تایرمون رو عوض کنن، برامون بیارن، تایر نو بندازن بیارن. مغازه رو دوتایی ول کردن رفتن. الان این همه موتور، چند میلیون اینجا موتور هستش. فقط یه قلم جنسش یاماها آروان، نگاه کنید یاماهای آروان اونور نشون بده، نگاه کن یاماهای آروان اونجاست. فقط $8,000 الان پول اونه. هالیپ دیویدسونا و اون سبزه خیلی شیک. لاستیکو گرفتن، 2 نفری رفتن. بعد من و آیدی رفتن، یعنی واقعا اینجا خالیه. خیلی خنده. یعنی هیچ کم نیست، نگاه کنی. یعنی من دوربین رو بچرخونمش واسهتون، هیچ کی نیستش. کلا آدمای ولی واقعا هم کسی دست فقط هالیپ دیویدسونا رو نگاه کنید. هالیپ دیویدسونا اینم که ببری بابا، اینم رویا. رویا چه حالی داری؟ خدا وکیلی چه حالو کردی؟ یارو مغازه رو با این همه جنس دیده برسه. بودم اینکه خیلی خیلی اینجا امنیتش بالاست و همه چی خوبه، سیفه، ولی اولین بار بود که یعنی به این شکل دارم به وضوح می‌بینم. خب دیده بودم تو فروشگاه ها، مغازه ها، چه تو شهر چه مثلا حالا بسن شهر، چه فروشگاه های بزرگ، فرق نمیکنه، مغازه رو باز میذارن میرن، یا مثلا جلوی مغازه رو یه پارچه میکشن، یه چیز نرمالیه تو اربیل، هیچ کسی دست به هیچی نمیزنه. یا وقت نماز تایمی که اذان میزنه همه ول میکنن میرن، اصلا براشون مهم نیست میوه فروشی باشه، لباس فروشی باشه، لوازم خونگی، میرن کلا. ولی این جالب بود برام که اومدیم و دو نفری لاستیکو گرفتن، بغلشون سوار شدن رفتن. بعد من بودم و آیدین گفتم چی شد الان اینا رفتن. خلاصه که خیلی آدمای فوق‌العاده‌ای ان و من خیلی خوشم اومد. بعد حالا فکر میکنید مثلا که چی؟ الان مثلا نگاه کنید این موتورها همه سویچ روشه. نگاه کن، نگی دروغ میگم، اینا سویچ این موتور، ایناش سویچ روشه و موتور رو نگاه کن چه ترتمیز. یاماها آروان. این موتورهای چیزه مسافرتیه دیگه، باش میرن مسافرت و اینا. آره پلاک بغداده. پلاکشو نشون نده. چرا؟ نمیدونم شاید. نه مشکل نداره. سفیدم قشنگه. اینا چیزه آپشنش اگه لنکروز بیشتره. به خدا نگاه کن. بیا اینجا. این برای بالا پریدن کمک‌های موتور، کمک‌هاش بالا پایین میشه، ارتفاعشو تنظیم می‌کنی. این برای چراغاته که زومشو بیشتر می‌کنی، پرتاب نورشو. ببینید فقط هوندا چی زده، نگاه کنید فقط کلیدای آپشن رو نگاه کنید، اینجا چقدر کلید آپشن داره. بعد گرم کن چیز بخاری داره، این بخاریشه. تابستونا کولر داره، کمپرسور کولر داره، اینا برات باد خنک میزنه. بعد بان داره، نگاه کن اینا مثلا سیستم صوتی داره. حالا این مدلش پایین‌تره، کلاسیک‌تره، اما اون سفیده هم قیمتش بالاتره، هم این که خیلی به قول معروف آپشنش بیشتر از اینه. داشتم میگفتم که دستم قطع شد، تلفن قطع شد و اینا هم داره بازسازی میکنن. آره اینا دارن بازسازی میکنن. آره اون ها که مثلا اونو باز کردنش دارن بازسازیش میکنن. آره بازسازی همینه دیگه، لختش میکنن، از نو جمعش میکنن. نگاه کنید تمام قطعات هم داره. فقط دوچرخه کورسیه رو نگاه کنید، یادت نوستالژی به خیر دارین؟ بچه بودیم این دوچرخه کورسی. آره این بچهای دهه 60 همه داشتن. آره البته بابای من 50ه. میگم بچهای دهه 60 سال 50 اینا خب این قدیمه. دوستتون داریم، مرسی
ویدیو رو تماشا کردین. اینم از عجایب اربیل، از خوبی‌های مردم اربیل و خود اربیل. دوستتون داریم. لایک کنید، سابسکرایب کنید، هنوزم نیومدن شیر ها. کنید. دوستتون داریم. آره دیگه هنوزم نیومدن. همچین میچرخه واسه خودمون. دوستتون داریم. خدافظ. خدافظ.